الله اکبر. پیکر جنازه ضمیر امیری، خبرنگار تلویزیون خورشید. بستگانش میبرندش تا با آرمانهایش او را به دل خاک بسپارند. ضمیر امیری 26 سال سن داشت. او از 4 سال بدین سو با تلویزیون خصوصی خورشید به حیث خبرنگار اقتصادی کار میکرد. پدر و برادرش با دل پر از اندوه خاطرهای او را به یاد میآورند. یک پدر به اولاد خود بسیار دیار نداشته باشه، که دیگه که به تمام میراثش هست. یک کودکی تا 12 سالگی باز 4 سال پانتین میخونه، باز 4 سال پانتین میخواد که یک جای وظیفه بگیره یا کاری بگیره که پدر مادرش آرام باشه. کاس خونه که خلاصی پانتونی بود، نقش دادن پانتین گرفته بود که به شهادت رسیده. آرزوهایش زیاد بود. یکی از آرزوهایش همی بود که دائم خدمت کنه به این ملت، به این مردم رنج دیده. خودش در خبرهای اقتصادی کار میکرد، اقتصاد و پیشرفت افغانستان به تلویزیون میکشند بر روی پرده، اما دشمنان هم ماندن که به این آرزوهایش برسه. در رویدادی که ضمیر امیری جان داد، شفیق الله ذبیح همکار او نیز بار سفرش را از این دنیا بست. شفیق الله 23 سال عمر داشت و کارمند بخش تکنیک تلویزیون خورشید بود. تازه از مکتب فارغ شده بود و آرزو داشت که آرزویش ادامه تحصیلات عالی بود. همکاران ضمیر و شفیق حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت جان خبرنگاران متهم می‌سازند. خیلی یک وضعیت وحشتناک در محل حادثه بود. متاسفانه پلیس آمده بود اما کس زخمی‌ها را از جایش بلند نمی‌کرد تا شفاخانه ببره. و بسیار یک جنجال، زخمی‌ها انتقال دادن به شفاخانه. بعضی همکارای ما که شهید شده بودند همچنان به شفاخانه منتقل شدند. اگر نمیتونین که واقعیت امنیت مردم ما را بگیرین و ما در فضای صلح و آرامی به زندگی نماییم، لطفاً از کرسی هایتان استعفا بدهید و برید که یک شخص واقعاً زحمتکش و خدمتگزار به مردم ما بیاین تا که مردم ما در فضای صلح و صمیمیت زندگی نمایند. عالمان دین هم از حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خورشید انتقاد میکنند. این کار نه توجیه دینی داره، نه توجیه منطقی داره، نه توجیه علمی داره، بلکه تنها مسلمان کشی است که اینا به راه انداختن، دیگه کدام چیزی نیست. تلویزیون خورشید بر روز شنبه 8مین سالروز فعالیت این رسانه خصوصی را جشن گرفت. جشنی که پایانش با یک رویداد غم‌انگیز رقم خورد و به عنوان یک روز سیاه در تاریخش ثبت شد. ضمیر امیری خبرنگار تلویزیون خصوصی خورشید تازه از پانتون فارغ شده بود و آرزو داشت در روزهای نزدیک نامزد شود، اما در انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید در سایه حوزه 4 شهر کابل، ضمیر امیری و یک تن از همکارانش کشته شدند و شماره هم در این رویداد زخم برداشتند. امروز ضمیر امیری با هزاران آرزو و ارمان در ولسوالی میربچکوت شهر کابل به خاک دفن شد. شفیع کریمی، رادیو آزادی، کابل.